در 200 سال تاریخ معاصر ایران جنگ‌های مختلفی بین کشورمان و کشورهای دیگر رخ داده است. بررسی نتایج این جنگ‌ها واقعیات مهمی را آشکار می‌کند. با به قدرت رسیدن دودمان قاجار جنگ‌های تقریباً مستمری میان ایران و روسیه شکل گرفت. نقشه‌های ایران پیش و پس از قاجاریه نشان از تجزیه بخش‌های متعددی از ایران دارد. بخش‌هایی که به ویژه در دوران طولانی 37 ساله حکومت فتحعلی‌شاه قاجار پس از جنگ‌های پردامنه ایران و روسیه از ایران جدا شدند به بیش از 273,000 کیلومتر مربع می‌رسد و در دوران بلند مدت حدوداً 50 ساله حکومت ناصرالدین شاه قاجار نیز جدایی بیش از 2,196,500 کیلومتر مربع از سرزمین‌های تاریخی ایرانیان به وقوع پیوست. در دوران قاجار ایران و عثمانی نیز درگیر منازعات مختلف بودند. در دوره فتحعلی‌شاه قاجار وقوع حوادثی تلخ دو کشور را به تقابل با هم واداشت. این درگیری در نهایت با عقد قرارداد ارزنةالروم اول به سال 1238 هجری فروکش کرد. ادامه اختلافات و درگیری‌ها تدوین قرارداد ارزنةالروم دوم را در سال 1263 هجری و در زمان حکومت محمدشاه قاجار موجب شد. در 3 شهریور 1320 نیروهای متفقین شامل انگلیس و شوروی بدون توجه به بی‌طرفی ایران از جنوب و غرب و از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند. تاریخ همچنان جدا شدن بخش‌هایی از سرزمین ایران را روایت می‌کند. اما این بار در دوره پهلوی دوم و جدا شدن بحرین. محمد رضا پهلوی در دهلی نو با دادن چراغ سبز به انگلیسی‌ها گفت حاضر است به رأی مردم بحرین احترام بگذارد. به این ترتیب روند نزولی مواضع ایران در قضیه بحرین آغاز شد. با وجود همه این شکست‌ها و تحقیرها در دوران قاجار و پهلوی در تاریخ معاصر ایران یک جنگ پر افتخار نیز وجود دارد. جنگ 8 ساله ایران و عراق. 8 سال جنگ تحمیلی فراز و نشیب‌های فراوانی داشت. جنگ حتی به دریا و شهر نیز کشیده شد، اما چند عامل اصلی نگذاشت یک شکست دیگر در تاریخ جنگ‌های معاصر ایران ثبت شود. اولین و مهمترین عامل رهبری هوشیاران امام خمینی برای ایجاد وحدت میان مردم و تشویق و تهییج آنها در دفاع از ایران و اسلام بود. و من منتظرم که این حصر آبادان از بین برد و هشدار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشد، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد و فکر این نباشند که ما اگر اینا آمدن بیرونشون میکنیم، اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن، از خرمشهر اینا رو بیرون بکنن، حال تهاجمی بگیرن. الله اکبر! شهر خون آزاد شد. عامل دوم در پیروزی در جنگ تحمیلی تلفیق مبانی اسلامی و انقلابی از جمله شهادت طلبی و شجاعت و ایثار با مبانی فرهنگی و ملی از جمله غیرت و وطن پرستی بود. در تمامی 8 سال دفاع مقدس جبهه لبریز جوانانی بود که به فرمان امام برای سرافرازی اسلام و دفاع از ایران به جنوب یا غرب میهن رفته بودند. شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشالله عکس همه تو وجود داره. بزن ماشاءالله. قیام و دفاع ملی ایرانیان در مقابل هجوم بعثی‌ها و حامیانشان سرانجام با عملیات غرور آفرینی همچون شکست حصر آبادان، آزادسازی خرمشهر، فتح المبین، والفجر 5 و والفجر 8 شکست دشمن را رقم زد. به گونه‌ای که صدام در پایان جنگ در نامه‌هایی که به آقای رفسنجانی رئیس جمهور وقت مبادله کرد رسما از تمام ادعاهای خود دست برداشت و نوشت همکنون آنچه شما خواسته اید محقق شد. در جنگ عراق با ایران برخلاف جنگ‌های 200 سال اخیر حتی یک وجب از خاک میهن عزیز در اشغال نماند و جدا نشد. این واقعیت را ملت ایران و تاریخ کشورمان هیچگاه از یاد نمیبرد. وطنم ای شکوه پا بر جا